تون که خیر میکنه الهی خداوند برکت در سرتون ریزونه خدا مشکلتون آسان کنه خدا به تن جون صحت با عمری دراز و وقتی خوش خدا لایقتون گردونه. سلام علیکم به کل مردم مسلمان، به کل آن نفرانی که ما را تماشا میکنید. خوش آمدید به کانال خیر مهاجر. امروز باز بر درخواست یک مادر تنها که فرزند ندارن که این مادر تبابت کنند. مقصد ویدیو ما این است که همین مادر ما باید در پاهاشان پرتز مانند، یعنی که راه گشته نمیتوانند. به همین خاطر به ما مراجعت کردند. پرتز اینا 35,000 سوم می شود. با همه رسمتاش 35,000 سوم می شود. از شما خواهش میکنیم که همین مادر تنها را دستگیری کنیم. این مادر با فرزند ندارد که فرزندش کار کند و مقصد جراحی این مادر را کنه. امروز این مادر از زور آمده با ما و شما مراجعت کرده ایستاده است. بین مراجعت همین مادر را از زبان خودش میشنویم. برادر جون و خواهر جون و اکا جون و معشوق مراجعت دارم که من تنها یاردم کنه. این پوچه من پرتز ماله من به فرزند بودم. شوی درست خونه استم میسودار میکنه هر کس نمیتونه پون خر نمیشه روز نمیشه. شما مراجعت دارم دادر جون و خواهر جون و اکا جون یاردم کنه. کده 35,000 میگه زوری من نمیرسه. دو بار اپیراسیون کردم، یا بار شروع مانده یا بار گرفتم سوز نشده. این کار پرتز گفته 35,000 سوم. خیر میکنه الهی خداوند برکت در سرتون ریزونه خدا مشکلتون آسان کنه خدا به تن جون صحت با عمری دراز و وقتی خوش خدا لایقتون گردونه. همین مادر گفتن اینا همش رنگیناشون از دکتر گذشتگی هستند، باید همین مادر جراحی کنند. همین مادر ساز می شود. مبلغش به مبلغ 35,000 سوم است. همین مادر که اگر ما حوض جراحی کنیم به مبلغ 35,000 سوم مادر صحت می شود که همین مادر رو هیچ کس نداشتن. از برای الله یاردمش کنیم. با همین مبلغ که جمع شد ما خودمون بوده جراحیش میگذاریم، برای شما پیشنهاد میکنیم، التماس میکنیم به خاطر بفرزندگیشون، به خاطر تنهاییشون یک دستگیری کنین. خیلی شاد میشیم. هستین شما شیرمردها که هم خیلی ما رو تنها نمیگذارین و دستگیری میکنن همین مادر. ما باوری داریم که همین مادر تنهایی هم دستگیری میکنین. خداوند یار مددگارتون تا ویدیو آینده. سلام علیکم برادر عزیز، سلام علیکم با کل مردم مسلمان. خوش آمدین اول به کانال خیر مهاجر. برادر عزیز از همتون خواهش میکنم امروز بار یک مادر نیازمند که امروز مراجعت کردگی مقصد رای کردگیم آسیا بانو را که با معیوبی خودش نگاه نکرده رفته مقصد مادر را دیدن حقیقت داره مادر به پالیس آوردن. 35,000 سوم تاجیکی در کره 200 چند هزار میشه خطا نکنم. برای همین مادر مقصد کمک در کار خواهش میکنم با مثلی که برادر دستگیری با مثلی که خلاصه چی نیازمنده که تا امروز دستگیری کردیم همین مادر هم دستگیری کنیم. برادر عزیز 35,000 سوم است. مادر هیچ کس مقصد نزدیکی که نداره که دستگیریش کنه. برای خواهش میکنم از همتون خواه 1 روبل 10 روبل 100 روبل 1000 روبل چند قیکی میتونین انشاءالله به خواست الله این مادر هم به دستگیری شما اولش به خواست الله به دستگیری شما این مادر انشاءالله که کارش بود میشود. هر کسی که یک داد خداوند گفتگی است که با او 10 میتیم، کسی 100 میتید خداوند با او 1000 میتید. برای برادر عزیز برادر خیرخواه ما چند قیکی میتونین دستگیری را فراموش نکنین. کسایی که ندارین سون کسایی که چه بگم اگر قوت خیر کردن ندارین در حق مادر دعا کنید که خداوند شفایش بده و همین ویدیو را پدلیت که با یار و دوستات اما لایکی که شما میبینید برادر عزیز ویدیو را پهن میکنه برادرها میبینن خواه 1 روبلی خواه 10 روبلی خواه 100 روبلی میپرته. برای خواهش میکنم از همتون برادر عزیز چند قیکی میتونین همین ویدیو را پهن کنین تا همین مادر کارش بود کنیم سومی در کاری چکنیم مادر اپیراسیون باید کنن پرتز درم پشت مونم. برای خواهش میکنم برادر عزیز مثل همه وقت دستگیری میکنیم. ما باوری دارم برادرای تاجیک مسلمان خودم که یگان مادر یگان خواهر در کوچه نمیمونه. ما باوری دارم مثل همه وقت یگان برادر امروز تو خانه منیم. برای که خداوند گفتگی است که مؤمن برادر مؤمن است. ما همه برادر امروز
خداوند همه تا نگهبان باشه. همه وقت در کجای باشی نباشه خداوند مهربان همه وقت نگهبانتون باشه. همه وقت در حق یکدیگر دعا کنین چون انسان با دعا میسازد. همه وقت در حق من هم دعا کنین، من هم در حق شما همه وقت دعا میکنم. برادرای عزیز، خواهرای عزیز، مادرای عزیز، زبیربنگ و دوشنبه سیترم که هر چه میمونم همیشه چند خیلی که میتونید دستگیری کنین. الله مهربان نگهبانتون باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.